امروز میخوام براتون داستان قتل خانواده کلاودر رو تعریف کنم که به یکی از هولناکترین اتفاقات توی زمان خودش تو آمریکا معروف بود. سلام دورتون بگردم، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از کانال من و ملوریا. بچه‌ها اگه تا حالا منو ندیدین خوشحال میشم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید و اگه خوشتون اومد لایک کنید و اگه خب خوشتون اومد که ویدیوهای دیگه ای از من ببینید حتما منو ساب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که هر ویدیویی گذاشتم شما ازش باخبر بشید. بریم سراغ ویدیو. پدر خانواده کلاودر یعنی هربرت کلاودر توی یه شهر کوچیک به اسم هالکومب اگه اشتباه تلفظش نکنم که یه شهر کوچیک توی آمریکا بود، مشغول کار کشاورزی بود و خیلی هم توی این کار موفق بود. یه همسر داشت به اسم بونی و 2 بچه داشتن به اسمهای نانسی و کنین. نمیدونم حالا تلفظ دقیقش کنینه یا کنینه نمیدونم. خلاصه این خانواده جزء قشر مرفه جامعه به حساب می اومدن و وضع مالی خوبی داشتن. یه شب یه اتفاقی افتاد که آرامش این خانواده رو به هم ریخت. چه اتفاقی؟ توی شب 15 نوامبر سال 1959 2 نفر به خونه این خانواده حمله کردن و همه افراد این خانواده رو گروگان گرفتن. هیکاکو اسمیت کسایی بودن که به خونه خانواده کلاودر حمله کرده بودن. اونا اول پدر خانواده هربرت و پسرشون کنین رو به زیرزمین خونه بردن و دست و پای اونا رو بستن. خب پسرشون کنین یه خورده ترسیده بود ولی سعی می‌کرد این ترسش رو بروز نده و یه جورایی تو خیال بچگونه خودش یه سری کارا میکرد که از خودش و پدرش محافظت کنه در برابر گروگانگیرا. ولی خب هیکاکو اسمیت هیچ توجهی به اونا نکردن و هر کدوم از اینا رو با یه گلوله به قتل رسوندن. از اون ور رفتن سراغ مادر خانواده بونی. اونو بردن توی اتاق خواب خودش و اونم کلی ترسیده بود. همش میگفت همسرم کجاست؟ با بچه‌هام چیکار کردین؟ برای چی اومدین؟ چه اتفاقی داره میفته و اینا. اونا هم اصلا بدون توجه به حرفاش و گریه‌هاش و اینا همه چی با یه تیر مادر خانواده رو به قتل میرسونن. بعدش میرن سراغ دخترشون نانسی که از قبل دختره رو روی تختش توی اتاق خودش بسته بودن، یعنی اونو به تخت بسته بودن. میرن سراغش. نانسی هم خیلی ترسیده بود، با صدای گلوله هایی که شنیده بود حدس میزد که دیگه کسی از خانواده‌اش زنده نباشه، ولی یه جورایی انگار نمیخواست این موضوع رو قبول کنه و همینجوری داشت گریه میکرد و طبق معمول اونا نانسی رو هم به قتل رسوندن. خبر قتل دست جمعی این خانواده مثل بمب ترکید. پلیسا تا با خبر شدن سری به خونه این خانواده اومدن و شروع کردن تحقیقات و بررسی‌های لازم رو انجام دادن. بعد از برداشتن یه سری چیزا که از نظر خودشون مدرک به حساب می اومد، جسد افراد این خانواده رو دونه دونه از خونه‌شون آوردن بیرون. پلیسا همین حین که داشتن توی خانواده کلاودر تحقیق میکردن و همه چی رو بررسی میکردن به یه رد پا رسیدن که متوجه شدن اون رد پا متعلق به هیچ کدوم از افراد اون خونه یعنی خانواده کلاودر نیست. بعد از بررسی های بیشتر به هیکاکو اسمیت رسیدن. هیکاکو اسمیت یه سری جاها توی مسیرشون که الان بهتون میگم کجا داشتن میرفتن، توی مسیرشون از خانواده کلاودر تا اونجا یه سری چک کشیده بودن که این چکا نامعتبر بودن و همین چکا یه سرنخی شد برای پلیس تا بتونه هیکاکو اسمیت رو توی لاس وگاس دستگیر کنه. درسته اونا به لاس وگاس فرار کرده بودن از ترسشون. بعد از دستگیری این 2 پلیس ازشون پرسید که انگیزتون برای این کار چی بود؟ چرا این کارو با این خانواده کردین؟ چه دشمنی باهاشون داشتی؟ و هیکاکو اسمیت هم شروع میکنن داستانو تعریف میکنن و به همه چی اعتراف میکنن. داستان از این قرار بود که هیکاکو اسمیت توی زندان با همدیگه آشنا شده بودن و با همدیگه همسلولی بودن. توی زندان یکی از همسلولیاشون به این 2 میگه که قبلا برای خانواده کلاودر کار میکرده و میدونه که اونا توی خونهشون پول نقد خیلی زیادی نگه میدارن و همینم شده انگیزه هیکاکو اسمیت برای رفتن به خونه این خانواده.
اونا به پلیس میگن ما اصلا قصد اینو نداشتیم که کسی رو به قتل برسونیم، ما فقط رفته بودیم که از اونجا دزدی کنیم و پولاشونو برداریم. ولی بعد از اینکه فهمیدیم اونا تو خونه هیچ پولی ندارن عصبانی شدیم و کار به اینجاها کشید. دادگاه این دوتا توی سال 1960 اجرا شد، با اینکه هیکاک و اسمیت خیلی تلاش داشتن که بگن قصدشون کشتن کسی نبوده و خیلی اتفاقی و یهویی این اتفاق افتاده، ولی قاضی معتقد بود که اینا با نقشه قبلی و عمدن برای کشتن خانواده کلاودر وارد اون خونه شده بودن و بهشون حکم اعدام با صندلی الکتریکی رو میده. وکیل هیکاک و اسمیت خیلی سعی کردن که از حکم این دوتا کم کنن ولی موفق نشدن و در نهایت در سال 1965 هیکاک و اسمیت روی صندلی الکتریکی نشستن و اعدامشون اجرا شد. ولی اگه فکر میکنید این ویدیو همینجا تموم شده، باید بگم که اشتباه میکنید. اینجا باید بهتون بگم که یه چیزی رو توی پرانتز بهتون بگم که کل داستان با تمام دیتیل و جزئیاتش توی کتاب در کمال خونسردی نوشته ترومن کاپوتی، اگه بازم اشتباه تلفظش نکنم، هست و شما اگه دوست داشته باشین میتونین این کتاب رو یه جایی پیدا کنین و بخونیدش. ولی به نظر من نیازی نیست، چون هر چیزی که لازم بود و من توی این ویدیو براتون تعریف کردم. خلاصه روانشناسا بعد از اینکه با هیکاک و اسمیت یه حالت مصاحبه طور کردن و باهاشون حرف زدن، متوجه شدن که این دوتا اصلاً بچگی خوبی رو نگذروندن. اسمیت که فوق‌العاده خانواده آنورمالی داشته و اصلاً زندگی خوبی نداشته و هیکاک هم به شدت بچه درونگرایی بوده و روانشناسا معتقد بودن که دوست شدن این دوتا شخصیت با هم دیگه باعث شده که همچین فاجعه بزرگی به بار بیاد. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما اینکه این دوتا قاتل کودکی خوبی نداشتن، زندگی خوبی نداشتن، دلیل می شده که همچین کار واقعا وحشیانه انجام بدن یا نه؟ من واقعا نمیتونم راجع به این موضوع نظری بدم، چون توی همچین شرایطی هیچ وقت نبودم. شاید بشه، شاید واقعا دلیل قانع کننده‌ای داشته باشن که حالا چون زندگی خوبی نداشتن اعصاب و روانشون یه جوری به هم ریخته که باعث شده مرتکب همچین کاری بشن. شاید هم نه، هیچ تأثیری نداشته باشه. من نمیدونم، میسپارم به خودتون که نظرتون رو این پایین توی کامنت ها حتما برام بنویسید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. عاشقتونم. خدافظ.